همه مجله نویسا این را دیدن، اینهایی که رفتن در ایران و تماشا کردن این مسائلی که در ایران واقع شد، همه دیدن که مملکتی است که اهالیش با آرامش چندین میلیون جمعیت در سرتاسر مملکت با آرامش راه افتادن، مرد و زن و بزرگ و کوچک توی خیابان‌ها، و حرفشون این بود است که ما این شاه را نمیخواهیم. ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد صالحی فرض کنید باشد، خیلی هم آدم صحیحی باشد، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشد. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری را نخواستن با کنار برن. ما فرض میکنیم اینطور که خیر ایشون مصالح مملکت را ملاحظه کرده است، ایشون میخواد آزادی بدهد، ایشون میخواد مملکت را مستقل کند، ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسوند. همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح، میخواد یه همچه کارا را بکنه. لکن اهالی مملکت میگن ما اینو نمیخوام که سلطان ما باشه. سرنوشت اهالی مملکت با خودشونه. ما همچه خدمتگزار را نمیخوایم، ایشون برن کنار، ما خودمون یه خدمتگزار دیگه جاش میذاریم. ما فرض میکنیم اگر ایشون اون هم بود، اون طورم بود، مثل سایر مثلا انسانها یک انسانیتی داشت، باز هم اهالی یک مملکت حق داشتن به این که بگن که ما این خدمتگزار را، این آدم بسیار صالح خوب را که میخواد مملکت ما را بهشت برین بکند، ما نمیخوایم ایشون بهشت برین کند مملکتمون را. حق ندارن این را بگن. حقوق بشر این نیست که هر کسی، هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند. اینا میخوان سرنوشت خودشون را خودشون تعیین کنند و این آقای خدمتگزار را نمیخوان.